اول قبل از هر چیز اینو توضیح بدم که من چند روز پیش راجع به حروف عربی و اینا داشتم صحبت میکردم، جواب یکی رو داده بودم. بعد یهو دیدم یکی آمده فوش و فوشکشی که آره ما نمیدونم تعداد حروف ما از شما بیشتره. من هرچی نگاه کنم دیدم این حروف عربی که نیست، حروف نمیدونم لاتین که نیست. بعد دقت کردم او این ترکیه، یعنی ترکیه اصلا بدون که بفهمه جریان چیه همینجوری پرید وسط حرف کلی فوش داده به من که آقا من اصلا راجع به ترکیه داشتم صحبت نمی‌کردم. حالا بهشون میگه فلان، ناراحتم میشن ولی واقعا هستن. حالا چند تا کلمه رو بررسی کنیم در عربی که واقعا اینا چقدر عربی هستند. یکی از کلماتی که ما زیاد به کار میبریم کلمه حیثه که مثلا میگیم من حیث فلان، از حیث فلان. این حیث در حقیقت همون فیسته. فیست معرب شده حیث. کلمه بعدی که ما زیاد به کار میبریم کلمه قرفه است که هم در ایران هم در کشورهای فارسی زبان زیاد به کار میبریم. این همون قرفه. قرفه یعنی یه جایی که حصار شده، یه دیوار شده، یه چارگوش رو مثلا بهش میگن قرفه. کلمه بعدی هدفه که من دیدم حتی استاد زرتشت هم وقتی میخواد صحبت کنه این هدف رو میگه آماج، در صورتی که این هد آپ یعنی جایی که سر آدم برگشته طرفش، یعنی به اونجا نگاه میکنی، اون هدفته. کلمه بعدی کلمه هدهده یا شانه به سر. این در حقیقت شانه به سر، هدهد در حقیقت هدهد بوده. هدهد یعنی چی؟ کلاه به سر، انگار که مثلا اون قسمت پر به صورت یک کلاه رو سرش نمایان شده. کلمه بعدی کلمه ذنبه، فبأی ذنب قتلت. این گناه، ذنب یا گناه، این در حقیقت از سین گرفته شده که به معنی گناهه. کلمه بعدی کلمه کفن و دفنه. کفن که ما میگیم بعضی فکر میکنن کفن کردنه، این در حقیقت کافن یعنی تابوت کردن، با تابوت بردنه. و دفنگینگ یعنی دفن کردن، اون در حقیقت دفنه. این کفن نیست، این در حقیقت با تابوت بردن طرفه. کلمه بعدی کلمه لطیفه. لات آف یعنی بسیار مورد علاقه، چیزی که بسیار ظریفه. کلمه بغی هم که این روزا خیلی به زبان سران ایران و افغانستان میاد، هر کی تکان میخوره میگن بغی کرده، نمیدونم باقیه. این باقی یعنی دیو و شیطان. BOGY. در مورد رنگا، ما در عربی چند تا رنگ اصلی داریم که یکی خضرا است که به معنی همون سبزای ماه که میگیم به صورت یعنی به رنگ سبزه. کلمه بیضا است به معنی سفید که این وایت ساله. کلمه زرد یا صفرا هست که سوپله. کلمه گلی یا ورد very red یعنی بسیار قرمز، این فلاوردی هم میتونه باشه ولی very red ردیفتره. کلمه ازرق یا کبود یا آسمانی، اتری. اتر یا اسر همون کلمه‌ایه که فکر میکردن که آسمان ها بین این ستارگان و سیاره ها در حقیقت از این ماده پر شده. وقتی میدیدن آسمان آبیه فکر میکردن که رنگ اتره. اسریک پس همون ازرق شده در عربی. کلمه بعدی کلمه خشنه که همون هرشن به معنی خشنه که این معرب شده. یه دو تا کلمه دیگه هم که ما بین فارسا میبینیم، یکی قورباغه، یکی سنگباغه که این سنگ پشت، و قورباغه هم که یعنی چی؟ گرین بک یعنی پشت سبز. اینو من چند روز پیش دیدم یکی گفته آقا این کلمه قورباغه رو به این خاطر میگن قورباغه که چون زیاد قورقور میکنه. بعد یکی دیگه اومد مسخرهش کرد که من از چیزای فارسی خندم میگیره. خب اون طرف بی‌سواد، تو هم بی‌سوادتر از اون، باید هم بخندیم. وقتی ما میگیم بک یا باغه، هر جا دیدیم باغه وجود داره معنی بکه یعنی پشت. حالا اینجا سبزه، اینجا هم استون سنگه، سنگ باغه و گرین بک یعنی سبز پشت. تا بعد.